سلام درود دوستان عزیز، با تجهیز جدیدی از شرکت آریادید ایران جی پی اس یاب، شنودی یاب، فرکانسی یاب K18 آشنا بشید. طریقه کارش رو به شما آموزش میدن دوستانی که از ما تهیه کردن این جی پی اس یاب رو. به این طریق میتونید ازش استفاده کنید. جی پی اس یاب رو که از بستش در میارید، از کارتون محفوظش این شکل آنتنش رو متصل میکنید. این در گوش رو برنده آنتنش رو متصل میکنید که متوجه بشه فرکانس های اطراف رو با استفاده از این آنتن. و اینطور شما باید از این فراپش هم استفاده بکنید. فراپش رو وارد میکنید در داخل این قسمت. یه نوع زائده داره، دقیقاً باید فیکس اون زائده بشه. یکم فشار میدید که داخل اون زائده فرو بده و فراپا به هم اتصال پیدا کنن و پیچش رو به این شکل میبندید و تمام. خب ببینید این به این شکل کار میکنه که شما به تجهیز تا فاصله 2 متریش که وای میسید فرکانس رو پیدا میکنید. دوستان به این شکل پراپ و خود آنتنش رو که وصل کردید، خود پراپ رو به سمت تجهیز دراز میکنید و آنتن هم همینطور. و شما ببینید وقتی نزدیک تجهیزی میشه خود آنتنش میبینید چراغ میزنه. و به این طریق شما میتونید متوجه بشید که توی محل آیا مثلا تجهیزی دوربین مخفی، دوربین‌های فرکانسدار، سیم کارتی یا جی پی اس چیزی وجود دارد یا نه. و برای اینکه شما بخواید از چیزش استفاده بکنید، حالا شما اینجا چیزی هم دارید، میتونید حساسیتش رو کم یا زیاد بکنید. مثلا از مسافت دور میتونید قشنگ محیط رو حس بکنید، میتونید اینم بچرخونید، کمترش کنید، حساسیتش هم کمتر بشه. در کل اینو من حساسیتش کم میکنم که چراغ نزنه، چون دوربین نزدیک موبایل، نزدیک به دستگاه موبایل هم فرکانس داره، جی پی اس هم فرکانس داره، خود دوربینا هم فرکانس دارن. در این شکل این همیشه چراغ میزنه. و شما چطوری لنز دوربینای مخفی رو تشخیص بدید؟ ببینید یه دونه این چراغ رو، این دکمه رو میزنید چراغش روشن میشه. چراغ رو وقتی بگیرید سمت تجهیزات داخل اتاق و از این چشمی نگاه کنید، چون نور قرمز به سمت اون دوربین لنز ساطع میشه و برگشتی اون رو از اینجا شما میتونید ببینید و متوجه بشید دوربین مخفی تو اون مکان هست یا نه. و در کل به همین شکل میتونید از این تجهیز استفاده کنید که ببینید توی محیط جی پی اسی به کار رفته، شنودی به کار رفته یا دوربین مخفی به کار رفته یا نه. این فوق العاده ترین و با کیفیت ترین تجهیز توی بازار هست و برای ارسالش هم میتونید یا با ما در تماس باشید و یا از طریق سایتمون برای خریدش اقدام کنید.